بیا تا ببرمت کوه گلفشان. وقتی میرسی بالای کوه میگی وا ویلا، این که اصلا جالب نیست، اما سورپرایز میشی. وحشت که یعنی خوش اومدید. مرسی. خیلی خوش اومدید به استان سیستان و بلوچستان به بهشت گم شده ایران چابهار. کوهی که مشاهده می‌کنید یه چشمه هم کف زمین بر اثر فورانایی که در سال‌های اخیر داشته الان حدود 60-70 متر رسیده که یکی شدیدترین فوراناش در سال 82 بود که زلزله بم بود، یکی در 20 اسفند 94. 20 اسفند 94 که نزدیک به یک سال کاملا خشک بود بر اثر گازهای زیرزمینی. کل این خانه شد 10 تا 12 متر گل پرتاب می‌کرد که لحظه فوران یا کبریت بزنیم آتش میره به خاطر گازی که داره. این گل وقتی که میاد همراه با گاز میتونه گوگرده که بومیا خیلی اعتقاد دارن گلش برای بیماری پوستی خوبه چون که از دل زمین میاد، هیچی قاطیش نیست. ما بومیا به این کوه میگیم ناپک، یعنی ناف زمین و فصل و تایم خاصی هم نداره. بعضی موقع زیاده و بعضی موقع هم این لیدر خوش اخلاق با این آزمایش داره نشون میده که سطح رویی سفته و لایه زیرین پر از گاز و نرمه. اگر خوش شانس و با حوصله باشی قطعاً چندین فوران گل از این جاذبه طبیعی رو میبینی. تا گلا نرمه هم میتونی باهاشون کاردستی درست کنی. برای من که خیلی جالب بود. تو هم نظرتو بگو.